تصور کنید دشمنی دارید که نه چهرهش را می‌بینید، نه صدایش را می‌شنوید. اما هر روز تلاش می‌کند شما را از خوشبختی ابدی دور کند. دشمنی که باعث می‌شود یک جوان نماز را به تأخیر بیاندازد. یک نگاه حرام را کوچک بشمارد. یک گناه کوچک را بی اهمیت بداند و آرام آرام قلب انسان را از یاد خدا دور کند. امروز بسیاری از جوانان با مشکلاتی مانند اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، بی‌هدفی، خشم، روابط نادرست و دور شدن از معنویت روبرو هستند. اما پشت بسیاری از این لغزش‌ها همان دشمن قدیمی قرار دارد که هزاران سال تجربه فریب انسان را دارد. اما این دشمن کیست؟ چگونه به وجود آمد؟ چرا با انسان دشمنی دارد؟ و چگونه می توانیم از دام او نجات پیدا کنیم؟ بیوگرافی شیطان، دشمن پنهانی انسان. با ما همراه باشید تا داستان واقعی شیطان را از نگاه قرآن کریم و احادیث معتبر بررسی کنیم. بخش اول، شیطان چه کسی است؟ نام او در قرآن ابلیس آمده است. بسیاری تصور می کنند شیطان یک فرشته بود که سقوط کرد، اما قرآن حقیقت دیگری را بیان می کند. خداوند در قرآن می فرماید: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. و هنگامی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، همه سجده کردند جز ابلیس. او از جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد. سوره کهف آیه 50. ابلیس از جن بود، اما به دلیل عبادت زیاد جایگاهی پیدا کرده بود. اما یک لحظه غرور تمام آن سابقه را نابود کرد. بخش دوم، آغاز سقوط شیطان. وقتی خداوند حضرت آدم علیه السلام را آفرید، به فرشتگان فرمان داد که در برابر این مخلوق جدید به فرمان خدا سجده کنند. همه اطاعت کردند، اما ابلیس مخالفت کرد. خداوند از او پرسید: ما منعك الا تسجد اذ امرتك؟ چه چیزی تو را باز داشت که وقتی به تو فرمان دادم سجده نکنی؟ ابلیس پاسخ داد: انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. من از او بهترم. مرا از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی. سوره اعراف آیات 11 تا 12. مشکل شیطان کمبود عبادت نبود. مشکل او غرور و تکبر بود. او به جای اینکه فرمان خدا را بپذیرد، نظر خودش را بالاتر از فرمان پروردگار قرار داد. بعد از این نافرمانی، ابلیس از خداوند مهلت خواست. او گفت: فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. پس به سبب اینکه مرا گمراه کردی، من بر سر راه مستقیم تو برای آنان خواهم نشست. سوره اعراف آیه 16. شیطان اعلام کرد که تلاش می کند انسان را از راه حق دور کند. اما نکته مهم این است که شیطان قدرت مجبور کردن انسان را ندارد. خود شیطان در قیامت خواهد گفت: و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. من هیچ سلطه‌ای بر شما نداشتم جز اینکه شما را دعوت کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید. سوره ابراهیم آیه 22. بخش چهارم، شیطان چگونه جوانان امروز را فریب می‌دهد. شیطان معمولاً انسان را یک باره به بزرگترین گناه نمی‌کشاند. او قدم به قدم حرکت می‌کند. به یک جوان می‌گوید: فقط چند دقیقه در فضای مجازی وقت بگذران، اما همان چند دقیقه تبدیل به ساعت‌ها می‌شود. وقت نماز از بین می‌رود. قرآن کنار گذاشته می‌شود و قلب انسان
کم کم از خدا دور می شود. به جوان دیگری می گوید این نگاه فقط یک لحظه است، چیزی نیست. اما همان نگاه می تواند آغاز یک مسیر خطرناک باشد. به انسان می گوید بعداً توبه می کنی، هنوز جوان هستی. و بسیاری از انسانها با همین کلمه بعداً فرصت بازگشت را از دست می دهند. بخش پنجم، هشدار پیامبر درباره شیطان. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم. همانا شیطان در وجود فرزند آدم مانند جریان خون حرکت می کند. صحیح بخاری حدیث 3281، صحیح مسلم حدیث 2175. این حدیث نشان می دهد که انسان باید همیشه مراقب وسوسه‌های پنهان باشد. شیطان گاهی از راه خشم وارد می شود، گاهی از راه شهوت، گاهی از راه غرور و گاهی حتی از راه عبادت وقتی انسان دچار خودپسندی شود. بخش ششم، راه‌های مقابله با شیطان. خداوند راه نجات را به ما نشان داده است. قرآن می‌فرماید و اگر وسوسه‌ای از شیطان به تو رسید به خدا پناه ببر. سوره فصلت آیه 36. برای مبارزه با شیطان نماز را حفظ کنیم. قرآن را همراه زندگی خود کنیم. ذکر خدا را زیاد کنیم. دوستان صالح انتخاب کنیم و از گناه‌های کوچک غافل نشویم. شیطان دشمنی است که از بیرون با انسان نمی جنگد، بلکه تلاش می کند از درون ایمان انسان را ضعیف کند. او نمی خواهد فقط یک گناه از ما بگیرد. هدفش این است که رابطه ما را با خداوند قطع کند. اما مؤمن کسی است که دشمن خود را می شناسد. امروز انتخاب با ماست. آیا به صدای وسوسه گوش می دهیم یا به ندای خداوند که ما را به سوی نور دعوت می کند؟ اگر این پیام برای شما مفید بود، کانال صدای اسلام را دنبال کنید. خداوند ما را از وسوسه‌های شیطان حفظ کند. اللهم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدای اسلام، هدایت به سوی روشنایی.